آقای ابراهیمی دمای بدن همون 37 درجه اونا هستش. حالا این ترسنجایی که اینجوری میری توی مراکز دولتی رو به پیشونی میگیرن یه نیم درجه کمتر نشون میده، ولی بدن ما یه مرکزی داره به نام مرکز در داخل مغزمونه به نام هیپوتالاموس که تا زنده هستیم آقای ابراهیمی دمای بدن رو این مرکز در مغز همون 37 درجه حفظ میکنه. ما در پایین اومدن دما که حالا نداریم، ولی دما ممکنه در فعالیت‌های میکروبی که تب کنیم بره بالا که باید از بالا رفتن دمای بدن و تب هم جلوگیری کنیم، چون به سلول‌های بدن آسیب میرسونه. این سوال آقای مانی ابراهیمی بود. بله، خب اگر سوال دیگری ندارید بریم شکل رو با هم سطوح سازمانیابی رو که زنگ قبل گفتم اینجا بررسی کنیم. پس مرکز تنظیم دمای بدن یه بخشی از مغز هست به نام هیپوتالاموس. فصل 1/11 با هیپوتالاموس و خود تالاموس آشنا خواهید شد. سوالی نیست ظاهراً. اما من هیپوتالاموس رو پاک کنم، بریم سراغ سطوح سازمانیابی حیات. گفتیم که این سطوح سازمانیابی بچه از یاخته شروع میشه. یاخته که همون سلول بود دیگه، بعدش میشه بافت، اندام، دستگاه، خود جاندار، جمعیت، اجتماع، اکوسیستم. به اکوسیستم اصطلاحاً میگیم بومسازگان. شما اکوسیستم یا بومسازگان ارومیه رو قبلا در گفتار 1 بررسی کردید و زیست بوم و زیست کره، یعنی اولش یاخته است، این طی میشه تا برسه به زیست کره، آخرش زیست کره است. یکی یکی اینا رو با هم دیگه بررسی میکنیم، توضیح میدم. جانداران گفتیم یا تک یاخته‌ای هن یا پر یاخته‌ای. یک تک یاخته‌ای مثل باکتری همه کارهای بدنش درون همون یک یاخته انجام میشه، ولی پر یاخته‌ای ها تقسیم کار میشه، وظایفشون تقسیم میشه بینشون. تعریف بافت رو داشته باشیم: مجموعه سلول های همشکل، همکار که وظیفه خاصی رو انجام میدن. الان ببینید بافت پوششیتون، پوستتون هزاران هزار سلول داره که وظیفه پوشش دادن، جلوگیری از ورود میکروب، محافظت از بدن رو بر عهده داره. جانوران که ما هم جزشون هستیم 4 نوع بافت دارن: بافت پوششی، پیوندی، 2 نوعش پوششی، پیوندی در گفتار بعد میبینیم. 2 تاش با پ شروع میشه، 2 تاش هم با عین شروع میشه. عصبی، عضلانی. عصبی، عضلانی که البته به عضلانی بافت ماهیچه‌ای هم میگیم، بافت ماهیچه یا عضلانی. سطح بالاتر به اندام میرسیم. اندام از چندین بافت تشکیل شده. مثلا در اندام استخوان که شما میبینید، توی استخوان بافت پیوندی داریم، بافت عصبی داریم. شما وقتی استخوانت ضربه‌ای بخوره درد میگیره، این نشون میده اونجا عصب داریم. استخوان در اطرافش محافظت میشه، نشون میده که بافت پوششی داره. استخوان‌ها به ماهیچه ها وصلن که استخوان رو بتونه بکشه
یا رها کنه. بافت ماهیچه‌ای داریم، خود استخوان هم که بافت پیوندیه. پس اندام از چندین بافت تشکیل شده. مثل چی آقا؟ شما داریم اندام بینایی چشم، اندام شنوایی گوش، اندام بویایی بینی، اندام چشایی زبان. هر اندام از تعدادی بافت تشکیل شده. آیا آرشام فرزام گفته بافت چی بود؟ ما گفتیم البته تعریف بافت این پایین داریم. ببینین این پایین میگه تعدادی یاخته بافت رو به وجود میارن، ولی من کاملتر و علمیتر گفتم تعدادی یاخته همشکل، همکار، وظیفه خاصی رو در بدن انجام میدن. مثلا بافت عصبی وظیفه انتقال پیام رو داره، بافت ماهیچه‌ای وظیفه انقباض و انبساط رو داره. خب میریم سراغ ادامه اونها. تا اندام رو گفتیم. چند تا اندام در کنار هم دستگاه رو به وجود میاره. دستگاه های بدن چند تاشو من میگم، دستگاهی که نگفتم رو تایپ کنید. دستگاه گردش خون، گوارش، تنفس، تولید مثل، ادراری. هرچی من نگفتم تایپ کن. دستگاه حرکتی بهتره بگیم فرزام، دستگاه حرکتی به جای اسکلتی میگیم. تنفس رو گفتم منصوری، گفتم گردش خون، گوارش، تنفس، تولید مثل، ادراری. بله. وحیدی دستگاه عصبی رو گفت. دستگاه دفع مواد زایدم آیه فرزام همون ادراریه. یه دستگاه دیگه میخواید بگید؟ دستگاه ایمنی بدن هم هست. دستگاه ایمنی بدن به اینها اضافه میشه که هر دستگاه خودش اندامهای مختلفی رو داره. پس دستگاه گوارش فصل 2 میخونیم، تنفس فصل 3 میخونیم، گردش خون فصل 4 میخونیم، دستگاه ادراری فصل 5 میخونیم، دستگاه عصبی سال 11 فصل 1، دستگاه ایمنی سال 11 فصل 5، دستگاه تولید مثل تناسلی سال 11 فصل 7 و دستگاه حرکتی سال 11 فصل 3. اینا دستگاه های بدن هستن. آقای ابراهیمی گفته حرکتی ماهیچه‌سون. دستگاه حرکتی شامل استخوان‌ها و ماهیچه هاست. دستگاه حرکتی شامل ماهیچه ها و استخوان هاست، علاوه بر این که در حرکت ما نقش داره، در شکل دهی بدن، استحکام بدن هم نقش داره آقای ابراهیمی. خب حالا همه اینها میشه انسان، یک جانور، یک گیاه، یک فرد. الان این گوزن همه این دستگاه ها رو داره، یک فرده. شما به عنوان یک فرد همه این دستگاه ها و اجزا رو داری، شما یک فرد پرسلولی. جمعیت، ببین جمعیت تعریف داره، افرادی از یک گونه که در یک زمان در یک مکان زندگی میکنن. الان جمعیت این کلاس منم، یه نفر. جمعیت انسان هایی که الان در مثلا واحد شما زندگی میکنن، جمعیت گوزن هایی که در یک منطقه است، افرادی هستند که از یک گونه.
ما الان اگر بگیم جمعیت مثلا شهر تهران، انسانهای شهر تهران جز جمعیت شه دیگه، گربه ها، گنجشک ها و درختان جز این جمعیت نیستن. انسان هایی که الان در شهر تهران، یعنی در این مکان و در این زمان، یعنی امروز زندگی میکنن، میشه جمعیت. الان جمعیت گوزن های یک منطقه رو داری میبینی. اما گوشا رو باز کن، چشما هم که دیگه باز حواسا جمع. اجتماع از چند جمعیت ساخته شده. شما در اجتماع چند جمعیت مختلف رو میبینین. سوال دارم از شما، تنوع گونه در جمعیت بیشتره یا اجتماع؟ تنوع در کدوم بیشتره؟ تنوع جانداران در اجتماع بیشتره یا جمعیت؟ بله، فرزام، آقا میرزایی، وحیدی، منصوری، تیموری همه اجتماع رو گفتن. دوباره آقای فرزام اون یکی، امیدواری، عرفدوس، بله همه اجتماع رو میگن. ابراهیمی، جلالی، ممنون، و نجفی و آقای میرزایی. پس تنوع بچه‌ها در اجتماع تنوع بیشتر از جمعیته. شما در اجتماع الان گوزن‌ها رو میبینین، یک گونه جاندار، پرندگانی مثلا ممکنه مرغابی ها رو ببینین، قازهای وحشی رو ببینین، یک گونه گیاهان خودش یه نوع جاندار دیگر. اینا همه تنوع بیشتری داره. اما اگر بگن تعداد کدوم بیشتره، نمیتونیم الان نظر بدیم. چرا؟ تو این شکل میتونیم بگیم 2 تا گوز، 3 تا قاز وحشی، گیاه، میشه 6 نوع جاندار، ولی اینجا 2 تا گوزنه. ولی معمولا تعداد رو تا نبینیم، شمارش نکنیم، نمیتونیم ارزیابی کنیم. ولی در مورد تنوع میتونیم به راحتی نظر بدیم. خب بریم سراغ اجتماع بچه‌ها. اجتماع چی هست؟ اجتماع رو گفتیم. بریم سراغ بومسازگان یا اکوسیستم. بومسازگان یا اکوسیستم که ارومیه رو دیده بودیم. الان بومسازگان رو اگر بخوایم مقایسه کنیم با اجتماع، شما میگه آقا تصویری که من از اجتماع دارم با تصویری که از بومسازگان دارم که تقریبا یکسانه. میگیم چه فرقی میکنه؟ میگیم آقا ما در اجتماع فقط موجودات زنده رو بررسی میکردیم، ولی در بومسازگان چی؟ بومسازگان هم موجودات زنده رو باید در نظر داشته باشیم، هم مواد غیر زنده. یعنی همه اینها در کنار هم میشن بومسازگان یا اکوسیستم. آقای آرشام فرزام گفته عوامل زنده و غیر زنده. کاملا درست گفتی فرزام. امیدواری هم گفته عوامل زنده و غیر زنده بومسازگانه. ممنون، هم از آرشام هم از محبود، جفتشون درست گفتن. پس ما در اجتماع عوامل غیر زنده رو بررسی نمی کردیم، ولی در بومسازگان عوامل غیر زنده رو بررسی می کنیم. خاک، آب، هوا، گازها عوامل غیر زنده هستند که زندگی این گوزن، این گیاه به عوامل غیر زنده هم ارتباط دارد. دقت کردین؟ ببینیم بچه‌ها، یادآوری ها یعنی که شما قبلا اینا رو خوندین و یادآوری در امتحان میاد.
ما یک تعریف گونه رو اینجا داریم. تعریف گونه گروهی از جانداران که شبیه همدیگرن، میتونن با هم آمیزش و زاد و ولد کنن. از زاد و ولد اونها فرزندانی به وجود میاد که ما اصطلاحاً میگیم این فرزندان زیستا هستن، یعنی زنده میمونن، و فرزندان زایا هستن و این فرزندان وقتی به سن بلوغ میرسن میتونن خودشون تولید مثل کنن، فرزند آوری داشته باشن. این تعریف گونه است. ببینین ضرب المثل های کبوتر با کبوتر، باز با باز رو شنیدید دیگه. الان گوسفند با گوسفندهای گونه است آمیزش میکنه، بره به وجود میاره. بز گونه دیگره که بز نر و ماده آمیزش میکنن، بزغاله به وجود میارن. اگر که بز با گوسفند آمیزش کنه به فرض محال از اینها فرزندی به وجود نمیاد، یا اگه فرزندی به وجود بیاد نطفه‌ای بسته بشه، جنینی به وجود بیاد، میمیره، سخت میشه و دیگه قابلیت زنده موندن، فرزند آوری رو از دست میده. تعریف گونه پس چون جزء یادآوری هاست تو امتحان میاد. آقای حرفه‌دوست گفته قاطر، بله راجع به قاطرم براتون میگم. آقای تو کتاب نیست البته، ارجمندی گفته پس قاطر چی؟ خب اما بچه‌ها به تعداد انگشت شمار در طبیعت موارد استثناء وجود داره. خب به تعداد انگشت شمار در طبیعت مواردی وجود داره که استثناءاتی هستند. قاطر هم همینطوره. مثلا قاطر از آمیزش الاغ و اسب قاطر به وجود میاد. دو تا گونه جدا هن و استثناء قاطر رو به وجود میارن. ولی این هم داشته باشید، ببرید توی قشر مخ، تو سلولای خاکستری ذخیرهش کنید. قاطر عقیمه، یعنی شما نمیبینید دو تا قاطر با همدیگه آمیزش کنن و بچه دار بشن، فرزندآوری داشته باشن. قاطر عقیمه. عقیم یعنی این که بچه دار نمیشه. البته بچه‌ها استثناءاتی هم داریم که بچه دار هم میشن. مثلا برای شما بگیم این مثال دوم، چی گفته ارجمندی؟ میگه فقط همینه یا حالا موارد دیگرم. آیا ارجمندی مثال دیگری میزنم که شما دیدید، شاید لمس هم کرده باشید. مثلا هاسکی ها سگ هایی هستند که برای اولین بار از آمیزش گرگ و سگ به وجود اومدن. خب سگ های اسکیموها، اون هاسکی ها این ویژگی رو دارن. یا اگر باغ وحش مشهد و رفته باشید میبینید که انسان با کارهای پژوهشی خودش شیر رو با ببر آمیزش داده و فرزندی از اینها، یک زاده از اینها به وجود اومده که بهش میگن تایلور. این هم میتونید برید اونجا ببینید. بله گرگین هم همینطوره. گرگین هم میتونه طبق گفته های واحدی باشه. بله پس مثال هایی در طبیعت هست، ولی نظم طبیعت اینه که هر گونه با
گونه خودش آمیزش میکنه، فرزند آوری میکنه و فرزندانشون زنده میمونن و از آمیزش اونها هم دوباره فرزندان جدید به وجود، مثل انسان مثلا. آیا ارجمندی اینها رو میشه کارهای آزمایشگاهی کرد؟ مثلا اسپرم این شیر رو گرفتن و تزریق کردن به بدن ببر ماده. این معمولا در طبیعت به طور عادی انجام نمیشه. چرا؟ این مورد الاغ و اصل یا گرگ و سگ در طبیعت به طور روتین و عادی انجام شده، یا تو پرندگان آمیزش سره و قناری اتفاق افتاده. ولی خب میشه کارهای تحقیقاتی اسپرم این جاندار رو گرفت. معمولا گونه های نزدیک اینطور میشه. اصلا ما چرا سراغ این بریم توی مرکبات؟ مثلا شما پرتقال رو با لیمو ببرین پیوند بزنین، آمیزش بزنین، پرتقالتون تغییر حالت بده. اینها رو تو گیاهان هم به این شکل داریم، کارهای توسط انسان انجام میشه. خب آقای میرزایی میگه که اینا تو امتحان میاد. خیر، تو امتحان نمیاد. آیا ارجمندی هم که جوابشو گرفته. خب ما آمدیم تا اکوسیستم رفتیم. اکوسیستم ارومیه رو یادتون بیاد، یکی از جاهایی که ثبت جهانی داره و چند سالی هست که داره احیا میشه. زمانهای 10 دهه قبل در حال از بین رفتن بود، خشک شدن بود. الان یه 4-5 سالیه که در حال بازسازی و احیا هست. شما باغچه‌تون هم میتونه یک اکوسیستم باشه، جنگل میتونه اکوسیستم باشه، دریا و دریاچه میتونه اکوسیستم باشه. مجموعه چند اکوسیستم یا بومسازگان زیست بوم میشه. زیست بوم از بومسازگان بزرگتره، وسیعتره و تعداد جاندارانش هم بیشتره و مجموعه زیست بوم ها، مجموعه همه زیست بوم ها میشه زیست کره. تعریف زیست کره رو اینجا داریم، تعریف زیست بوم رو هم اینجا داریم. چند تا بوم سازگان که از نظر این دو نکتهش مهمه، آب و هوا و پراکندگی جانداران متفاوته. زیست بوم چند تا بوم سازگانه، اینش مهم نیست، که از نظر آب و هوا و پراکندگی جانداران این دوتا نکته رو باید بدونید، متفاوته. بله این هر کدوم بچه تعریفاشون بغلشونه. الان این تعریف زیست کره، این تعریف زیست بوم، این تعریف 8 تعریف اکوسیستم، 7 تعریف اجتماع. همه اینا تعاریفشون کنارشون اومده، ما ویژگی هاشون رو براتون گفتیم. زیست کره شامل همه زیست بوم هاست. در زیست کره همه آب و هواها، همه اقلیمها، همه محیطهای خشکی، دریا، کوهستان، همه رو شامل میشه. گفتیم سطوح حیات از یاخته شروع میشد و تا زیست کره ختم میشد. آخرین سطحش زیست کره بود. این هم سطوح سازمانیابی حیات. تعریفاش ایناست. مثلا یاخته چیه؟ پایین ترین سطح یاخته است. همه جانداران از یاخته تشکیل شدن، یا تک یاخته‌ای هستند یا پر یاخته‌ای هستند.
و ویژگی های دیگر. اگر سوالی داریم بپرسیم. میخوایم بریم مولکول های زیستی رو با همدیگه بررسی کنیم. خب اونایی که حواسشون هست برای که حاضری بزنن یک شماره 20 به خودشون بدن، 20 رو تایپ کن هر کی حاضره. او فرزام که 22 داد به خودش. بله مرسی. بله آقای متین ابراهیمی حاضری؟ متین بله آقای متین ابراهیمی. خب بعضی از دوستانم که از 20 بیشتر به خودشون دادن، ولی اون خاصیت 20 تو 20شه بچه ها. خاصیت 20 اینه که در کنار نمرات دیگه تو سیستم خودشون نشون میده، وگرنه 20 زنگ میزنیم مخابرات کارهای دیگر رو براتون راه میندازه. خب مرسی، بریم سراغ ادامه درس. سوالی اگر نیست ما درس رو ادامه میدیم. خب مولکول های زیستی رو بچه ها میخوایم با هم بررسی کنیم. مولکول های زیستی مولکول هایی هستند که توسط موجودات زنده ساخته میشن. مولکول زیستی توسط موجودات زنده ساخته میشن. موجودات زنده 5 سلسله بزرگ بود: باکتری ها، آغازیان، قارچ ها، جانوران، گیاهان. اینا توسط موجودات زنده ساخته میشن. 4 گروه از اینا آمده گفته 4 گروه عبارتند از کربوهیدرات ها. به کربوهیدرات ها میگیم قندها. قندها. گاهی اوقات شما به کربوهیدرات هیدرات کربن هم میگید، درسته؟ گروه بعدی لیپیدها. از این لیپیدها چربی هاشونو خیلی خوب آشنایی دارید. پروتئین ها در رژیم غذایی روزانه‌تون پروتئین گیاهی و جانوری استفاده میکنید، توضیح میدیم. و نوکلئیک اسیدها که همون دی ان ای و آر ان ای هست و راجبش مفصل در همین گفتار صحبت میکنیم. پس این 4 گروه رو میخوایم با همدیگه یکی یکی بررسی کنیم و ببینیم که شامل چه چیزهایی هست. کربوهیدرات یا هیدرات کربن یا قند از چه عناصری ساخته شده؟ عناصر سازندش کربن، هیدروژن، اکسیژنه. موجود زنده کربن، هیدروژن، اکسیژن رو با ویژگی های خاصی تبدیلش میکنه به کربوهیدرات. کربوهیدرات ها بچه ها 3 گروه هم. کربوهیدرات ها که ما به نام قندها هم میشناسیمش تو منابع مختلف، شامل مونو ساکاریدها. در شمارش لاتین مونو یعنی 1، دی یعنی 2، تری 3، تترا 4. حالا با بقیهش کاری نداریم.
یعنی تک قندی ها دو تا مونوساکارید به هم وصل بشن میشه چی؟ دی ساکارید ها. از به هم پیوستن دو مونوساکارید یک دی ساکارید به وجود میاد. حالا مثالاشو میگم و دیگه 3 و 4 نمیگیم. چند تا مونوساکارید و هم دیگه اتصال پیدا کنن اصطلاحاً میگیم پلی ساکارید یا چند قندی پلی ساکارید. خب حالا یکی یکی اینا رو بررسی میکنیم. آقای آرشام خان، مونو یعنی یک، دی یعنی دو، تری سه، تترا 4، پنتا 5. منتها ما مونو یک، دی دو، از 2 تا بیشتر رو دیگه به جای اینکه خودمون رو در زیست شناسی به زحمت بندازیم میگیم پلی، یعنی چند تا. پلی ساکارید یعنی از 2 تا بیشتر، یعنی چند تا. بله، بله آقا میرزایی میخواست که صفحه بره بالاتر. حالا اسکرین شات میخواد بگیری یا هر چیزی داشته باشه، میتونین عکس صفحه رو بگیرین برای خودتون و بعداً دوباره مطالعه بفرمایین. خب بچه ببینین، ما گفتیم که کربوهیدرات ها 3 گروه هستند: مونوساکارید ها، دی ساکارید ها و پلی ساکارید ها. حالا من میخوام برای شما مونوساکارید ها رو که ساده ترین کربوهیدرات ها هستن به 2 گروه تقسیم کنم: مونوساکارید های 5 کربونه و مونوساکارید های 6 کربونه. بعضی از مونوساکارید ها در ساختارشون 5 تا کربن دارن، بعضی ها 6 کربن دارن. 5 کربونه ها مثل ریبوز، این شکل 5 ضلعی رو میبینیم، در هر ضلعش یعنی یه دونه کربن داره، شده 5 کربونه. 6 کربونه ها 2 قند معروف براتون کتاب نام برده: گلوکوز که مانی زنگ قبل گفت سوخت سلول هاست، آقای ابراهیمی اشاره کرد، و فروکتوز. اینا 6 کربونن. قند تو میوه هاتون هم بچه‌ها، میوه‌ای که شما میخورید و حالا از خرما که خیلی شیرینه تا انگوری که حالا شیرینی کمتر داره تا هندوانه یا هر میوه دیگری، قندش قند خوبیه، گلوکوز فروکتوزه. و من یه 6 کربونه دیگه هم اینجا اضافه میکنم، کتاب نگفته، شما بدونید بد نیست: گالاکتوز. گالاکتوز ببین 5 کربونه ریبوز، گلوکوز 6 کربونه 6 ضلعی نشون داده، فروکتوز 6 کربونه 6 ضلعی نشون داده. ببینم چتو چی گفتم بچه‌ها. آیه حرفه دوست، برو عزیزم، برو بگی بخواب، بعدا تو چت خصوصی پیام بده، اینجا فیلم ضبط میشه. آیه حرفه دوست، میخوای یه چایی برای خودت بریز عزیزم؟ میخوای در صورت تو بشور؟ نمیشه از پشت وبکم حالا
مثلا خستگی شما رو طور دیگری در آورد. آقای ارجمندی ای بابا راهنمایی کرده حرفه دوستو. بله خب، اما ما از مونوساکاریدها که ساده ترین کربوهیدرات هستیم بگذاریم، دو تا مونوساکارید با هم واکنش بدن یه دیساکارید رو تولید میکنن. دیساکارید مثل ساکاروز که بهش میگیم همون قند و شکری که شما میخورین. آقا الان ببین توی ساکاروز چیا به هم متصل شدن؟ یک گلوکوز و یک فرکتوز. میگی آقا چرا فارسی ننوشته؟ میگیم اینها گلوکوزش اینجا با سبز، فرکتوزش هم زرد. پس اگر به شما گفتیم ساکاروز از به هم پیوستن چی به وجود اومده؟ میگی گلوکوز و فرکتوز. همین قند و شکری که شما میخورید ساکاروزه. چند نمونه دیگر دیساکارید براتون نام میبرم. دیساکاریدها مثل ساکاروز، لاکتوز و مالتوز. ساکاروز که همین قند و شکر بود، لاکتوز قند توی شیر هست. شیری که شما میخورید قند داره. افرادی که مرض قند دارن، دیابت دارن، میرن شیر رژیمی بی قند میخورن. و مالتوز قند جوانه جو هست که دیگه حالا تو کتاب نیومده. خب جواب آقای آقامیرزایی که لاکتوز رو دادیم. آقای فرزام که عددت نمیدونم چیه. آقای امیدواری لاکتوزه. آقای امیدواری قندش لاکتوزه. لاکتوز بعد آنزیمی که در بدن لاکتوز رو تجزیه میکنه آنزیم لاکتاز هست. آز داره آخرش، یعنی آنزیمه. لاکتاز مثل لیپاز، پروتئاز، آمیلاز. آز یعنی آنزیم. لاکتاز آنزیمیه که لاکتوز رو تجزیه میکنه. بله. آقای وحیدی قطع و وصل از خودتونه. خب بچه صدا حالا من فکر میکنم که مشکل از سیستم بوده، ولی بازم یادآوری میکنم، دوباره میگم که دوباره بررسی میکنم چون چند نفر از دوستان اشاره کردن. الان صدا بهتر شد؟ صدا بهتره؟ خوبه. بله من اینجا سیمش رو دستکاری کردم که بله خوبه. بله یارقلی صدا خوب شد برای شما هم؟ همه بله رو دادن. بله. آیا ارجمندی زده قطعه ولی همه میزنن بله. ارجمندی پس از سیستم خودت عزیزم. نمیدونم دیگه، ما اینجا همه چیزمون وصله. میکروفون خیلی قوی و همه هم بله دادن. انشالله به سلامتی. خب بله آقا این دیساکاریدها، من برای ساکاروز
یه واکنش می نویسم، این واکنش رو ببینید چگونه است. میگیم گلوکوز با فرکتوز واکنش میده. به این واکنش میگیم چون چیزی تولید میشه میگیم سنتز میشه، تولید دارن. اسم واکنشش رو میذاریم واکنش سنتز آبدهی. چون یه چیزی داره تولید میکنه بهش میگن چی؟ اصطلاحا میگن سنتز یا تولید داره. میدهد ساکاروز به علاوه آب هم تولید میکنه، H2O آب تولید میکنه. سنتز آبدهی یعنی نه تنها ساکاروز رو سنتز کرد، تولید کرد، مولکول آب هم در این واکنش تولید شد. این واکنش نوعی واکنش زیستیه. این واکنش زیستی رو میگیم سنتز آبدهی. آقای تیموری گفتیم ساکاروز مثالی از دیساکارید هاست. ببین دیساکارید ها شامل ساکاروز، اسم دیگرش قند و شکر، لاکتوز این هم دیساکاریده، مالتوز هم همینطور. خب اوکی بچه‌ها، قند و شکر رو از کدوم گیاه و از کجای گیاه در صنعت تولید قند و شکر تولید میکنن؟ از کدوم گیاه و کجای گیاه قند و شکر رو تولید میکنیم؟ که ما در منازلمون مصرف قند و شکر داریم دیگه. از کدوم گیاه و کجای گیاه؟ خوزستان قند و شکرش معروفه. آقای منصوری گفته نیشکر، ابراهیمی، چغندر. نیشکر منصوری بله، حسینی همینطور، نیشکر وحیدی، چغندر قند این بهتره. بله امیدواری نیشکر فکر کنم. آرشام تو هم تایپ کن تا من بگم، راهنمایی دقیقتون کنم. نیشکر. پس بچه ها قند و شکر که هم در خوزستان کارخانه های تولیدی داریم ما و هم قند فریمان، از خانواده بپرسید، قند فریمان در استان خراسان قند با کیفیتیه. از چی به دست میاد؟ از ساقه نیشکر. ساقه نیشکر قد خودت بلندتر میشه. و دیگه چی؟ ریشه چغندر قند. آخه این لبوهایی هم که شما زمستون میخورید قرمزا، اینا هم چغندره و ریشه خوراکیشه. اما ریشه چغندر قند عین یک کله قند بزرگه و رنگش هم مایل به سفیده. این دوتا برای تولید قند و شکر کاربرد دارن. کاملش رو براتون گفتم. من خلاصه نمیگم، من نکات زیادی میگم، اطلاعات عمومیتونم بره بالا. اگر تو تست خواست شما رو به حاشیه ببره، شما انقدر معلومات داشته باشید که مسلط باشید. اگر در جمع دوستان و خانواده هم خواستید راجع به اینا صحبت بکنید، یه اطلاعاتی داشته باشید که تو جای دیگه هم خودتون تکمیلش میکنید. فرزان میگه پس هر دوشه، منم میگم پنپه جفتشه دیگه. اون بالا آقای فرزان نوشتم ساقه نیشکر، ریشه چغندر قند. فرزان این از اون سوالا بوده.
خب آقای تیموری که فرمول رو بگید. گلوکوز قند 6 کربونه با فرکتوز 6 کربونه ترکیب میشه، واکنش میده. اسم واکنشش سنتز آبدهیه. چی تولید میکنه؟ چی سنتز میکنه؟ سنتز یعنی تولید. ساکاروز تولید میکنه و آب هم تولید میکنه. سنتز آبدهی هست. خب خواهش میکنم آرشام جان آب و ساکاروز بگی بهتره. آب و ساکاروز، چون ما با این ساکاروزه کار داریم. میرم سراغ پلیساکاریدها. پلیساکاریدها گفتیم دیگه در زیست شناسی بیشتر از 2 تا رو نمیگیم 3 و 4 و 5، میگیم پلی یعنی چند تا. پلیساکاریدها از ترکیب چند مونوساکارید، خط اول رو ببین، از ترکیب چند تا مونوساکارید ساخته شدن. پلیساکاریدهای معروف من تو بیشتر بدانید می نویسم براتون. نشاسته، شما در نان، گندم، جو، برنج، ماکارونی، سیب زمینی هر روز و هر هفته دارید این نشاسته رو استفاده میکنید. گلایکوژن، میگیم آقا گیاهان گلوکوز اضافی رو، گیاهی مثل سیب زمینی مثل گندم گلوکوز اضافی رو به صورت نشاسته ذخیره میکنه. گیاه الان در دانه گندم نشاسته ذخیره کرده، در سیب زمینی خوراکیت که یه نوع ساق هست اینو ذخیره کرده. شما چی؟ میشینی یه بشقاب برنج میخوری، در ناهارت سیب زمینی با قیمت میخوری، نان باش میخوری، این وقتی وارد بدنت میشه یه مقدار ازش استفاده میشه، بقیهش در بدن من و شما جانور میخواد ذخیره بشه. در بدن جانوران به صورت هم گلیکوژن میگن هم گلایکوژن ذخیره میشه. فرم ذخیره‌ای در بدن جانوران و قارچ‌ها گلیکوژن، گلایکوژنه. و پلیساکارید آخری که میخوام براتون نام ببرم فراوانترین هیدرات کربن طبیعت سلولوزه. چرا؟ سلولوز شما در پنبه دارید، کاغذ دفتر و کتابت کاغذ از جنس سلولوزه. سلولهای گیاهی در بیرون قشا دیواره‌ای دارن، بهش میگیم دیواره سلولی گیاهان. سلول گیاهی اینو داره. ببین هر کدوم از این 6 ضلع‌ها سبز رنگ کشیده یک گلوکوزه. از به هم متصل شدن تعداد زیادی گلوکوز این سلولوز به وجود اومده. در پارچه ها هم سلولوز داریم، الیاف، کتان، کنف، پارچه اینجوری داریم. خب اینا یه تفاوت، همه‌شون پلیساکاریدن، ولی از نظر شکل ببین تو بیشتر بدانید نمیخواد، ولی شکلش نشاسته مارپیچه ولی انشعاب نداره. گلیکوژن مارپیچیه که انشعاب هم داره، حالا اینا نمیخواد، تو امتحان نمیاد، بیشتر بدانیده. سلولوز به صورت خطیه دیگه، مارپیچ نیست. تشابه اینا چیه؟ نشاسته، گلیکوژن، سلولوز همه پلیساکاریدن، همه از به هم پیوستن تعداد زیادی مونوساکارید به وجود اومدن. تفاوت: نشاسته فرم ذخیره‌ای گلوکوز در گیاهانه،
گیاه فتوسنتز میکنه، گلوکوز میسازه، خودش استفاده میکنه، اضافیشو به صورت نشاسته در دانه برنج، دانه گندم، دانه جو، بلال که میخوری، ذرت، سیب زمینی. گلیکوژن چی؟ فرم ذخیره‌ای گلوکوز در جانوران و قارچ هاست. سلولوز هم که گفتم کجاست. ما وقتی که برنج زیاد بخوریم، نشاسته زیاد بخوریم، مواد قندی زیاد بخوریم، این اضافیش میره در کبد و ماهیچه ما. وقتی رفت تو کبد و ماهیچه، در کبد و ماهیچه به صورت گلیکوژن ذخیره میشه. خب بریم سراغ چت. خب آقای وحیدی، اینایی که امروز گفتیم تو امتحان امروز نمیان. امتحان امروز 10 تا تست فقط و فقط از گفتار یکه. ما امتحان رو از چیزایی میگیریم که خوب کار کردیم، درس دادیم، پرسیدیم. درس امروز در هفته آینده پرسش و ارزیابی میشه. یعنی ما روز دوشنبه آینده از اول کتاب میپرسیم، از اول کتاب تا جایی که امروز درس بدیم دوشنبه آینده میپرسیم. دقت کن، از اول کتاب تا جایی که درس بدیم. فعلا به لیپید رسیدیم. کتاب‌های آقا میرزایی اداره آموزش پرورش اعلام کرده نیمه شهریور مدارس باز میشه و کتاب‌ها هم نیمه شهریور به دستتون میرسه. من PDF کتاب چاپ 99 آخرین چاپ رو داده بودم که براتون ارسال کنن. از مشاورتون بخواین اگر در گروه نذاشته قرار بده. PDF زیست 99 رو براتون فرستادم. شما از روی کتاب میتونی ببرید کپی بگیرید، از روی کپی بخونید. میتونید همینا رو عکس بگیرید، اسکرین شات بگیرید، با کامپیوتر بخونید. میتونی بذاری تو گوشی موبایلت بخونی. ولی یه راهش هم اینه که بری فصل 1 رو کپی بگیری، پرینت بگیری و از روی اونم بخونی. بله پرینت بگیرید. فصل 1 رو ما تابستون برای شما جمع میکنیم. فصل 1 رو برید کپی بگیرید و خیلی راحت از روی اون مطالعه کنید. خیر، ما از شهریور از اول درس نمیدیم. اگر شاگرد جدیدی بیاد هفته اول مرور میکنیم، چون تابستونا داره. با الان تابستون با همه شما عزیزان با تعداد کامل بدون غیبت داریم پیش میریم. اگر دانش آموزی 1-2 نفر اضافه بشه بعدها، هفته اول دوره میکنیم و مرور میکنیم و سریع میریم سراغ ادامه بحث. چون الان انقدر کامل میگم که به جرئت بهتون میگم تو هیچ مدرسه‌ای در شرق تهران به این کاملی نمیگم برای شما. بله